میخواین به پول یاد بگیرین که چه محصولات شما دا ارزان بیاید. مثلا همین قدر شامپونی 400 میلی گرم را شما ای بازار ای مغازین بگیم 30-40 سومون دجه 50 سومون دا میخرین. او وقتی که شما همین قدر شامپون ای کارگرای فابلیک زکات میکنین باید بالاشون مثلا ما دا بالاشون پول مونده شما دا میفروشیم. شما دا 25 سوم نکیم 23 سوم 24 سوم میفروشیم. در اینجا اساسا نرخش باید که 23 سوم 90 درهم یعنی 24 سوم بفروشیم. نرخ سیاه نگاه کنین. او وقتی که شما خودتون نام‌نویس میشوین در همین شرکت شما در 19 سوم و 10 درهم میاد دیدین 4-5 سوم شما در ارزان میاد. میخواین یاد بگیرین که چه همین شامپونا مثلا چیزای در کاریتون پارفیومریاتون شما در همین خیلی ارزان بیاید. دیدین شامپونی که 18 سوم 90 درهم یعنی که 19 سوم شما در میفروشن. میخواین که همین شما اینو میخوتون زکات زدن یاد بگیرین 15 سوم و 10 درهم شما در بیاید. ما شما را به پول یاد میتیم. آقا خاره عزیزی ما راست چیزای دکاری خانه افتون اینو میخوتون زکات میکنین با نرخ ارزان پیلوس با پدرکم میگیرین. در تگ ویدیو پیلوس مونن یا که من میخواهم نویسین و در واتساپ نویسین شما را به پول زکات زدن یاد